سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه بازی فوق العاده ترسناک به اسم Recreating Hell Rebooting که یه فن از سریای FNAF ساختتش و خب میگن خیلی خیلی ترسناک تر از سری بازی اصلی این نسخه فن میدش و همین دیگه. امیدوارم از این بازی هم لذت ببرید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اگه نظری هم داشتید تو کامنت ها برام بنویسید و همین دیگه. بریم سراغ ویدیو. اینجا قایم میشی تو. این یکی از چیزای مثلا فنفه، مثلا اینکه من چیزی بودم بعد داره اینو یه فن ساخته این بازی رو. مثل اینکه حالا ما چیکار کنیم؟ Я думаю, здесь должен быть запасной лифт. Но یه сначала нужно بکاپ запустить резервную الیویتور систему باید питания. باشه. میباید برم دوباره برق را بندازم. بریم ببینیم. اوکی. اداقه سب کن ببینم اون چیه؟ راه نداشت از اونور؟ سانیتی داره این چیزش تموم میشه. انرژی داره، انرژیش تموم میشه. Интересно, почему оно здесь, а не на складе? میگه نمیدونم این چرا تو انباری نیست. آجی بیدار نشی. اونوری باید برم دیگه. الان چراغ قرمز فکرم روشن شد. از من نیومدم مزاحمت بشم. یه نگهبان ساده اومدم فقط اینجا یه گشتی بزنم. فیوز اولا که باتریشو عوض کن. دو اینکه اما یه دونه دیگه باتری بهم بدی من فوله دیگه. بهش میشه ورش داری ها. یا خوبه بغلش بود دقیقا. اینجا نیست. آها ساید بی بریم. Нужно найти ключ-карту. ولی اینجا نیومده بودیم. نه اینجاست. اینه؟ اینه ولی خب چه یه سی میگه برشترم میاد. بذار اول اینو گوش بدیم ببینیم چی میگه. Results of which of the بابا خب یه ذره اینو نوشته شو دیرتر ببر پدر سگ من بتونم بشنوم. الان دوباره پلی نمیکنه. همینی که الان پا شده رفته. این به صدا حساسه. آره نباید صدا بدیم. آره کل مهم بخش مهم حرفش این بودش که صدا نده وگرنه میپره رود. حاجی به بودو Подозрительные звуки. بودو وای داره میدونه. وای چقدر سریع اومد. اون یکی هم بیدار شد. what the fuck. صدا گوپش اومد اینطوری. اینو بزنم ببینم. یارو همین رباته فرقش مثلا با اون یکی اینه. چی صداش هنو داره میاد. من استرس گرفتم. کلا کارش اینه که دیدنش خیلی خوبه دیگه. یعنی میبینته در فاصله خیلی دورم نزدیکش بشی میبینته. تا این فرقش با اونه. اون یکی خیلی خوب میشه، این خیلی خوب میبینه. گفت فقط یه فرقی داره. تو اگه موقعی که این میبینت سر جات وایسی ممکنه با یه آبجکتی مثلا یه شیئی مثلا چه میدونم کمدی چیزی اشتباهت بگیره و بی خیالت شه نیاد بگیرته. به خاطر این پای گنده و دسته گندهش قاعدتا هم خیلی سریعتر هم قدرت بیشتری داره. یه داستانی هم راجع به همین انجینیرینگ تیم و اینا گفت دیگه. گفتش که اینا رفتن مشکلاتشو حل کنن به خاطر اینکه خیلی آن استیبل بوده ربات.
ولی خب موقعی که رفتن حلش کنن پیداش کنن، یعنی اونجایی که گذاشته بودنش ربات نبود، این رفته بود حالا یه ور دیگه. عالیه. بکن نخورم. What the fuck؟ چه اینجوری راه میره؟ دیر کردم به اون لامبه چی از اول هم رو باید برم؟ چه بلند میخندی کسکش اشای سیکی نشونم میدم به گربه اشای سیکی دلم گرفت اصلاتی نبود واسه ما آره دیگه منو نمیبینه. برو وای خب بچه‌ها اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت برده باشین و اگه گیم پیشنهادی هم داشتید حتما تو کامنت ها برام بنویسید که اونم یه پارت ازش بگیریم و تا ویدیو بعدی مرسی که هستید.